سلام دوستان. دیروز عصر وقتی که داشتم برمیگشتم به خونه، در آسمان لس آنجلس هلوش ساعت 6 بعد از ظهر 6 عصر ماه به این صورت دیده میشد. نتونستم که فیلم بگیرم، دوربین همراهم نبود، با موبایل نمیشد فیلم واضحی گرفت و عکس گرفتم به این صورت بود و ماه اینجوری دیده میشد و تقریبا میشه گفتش که در حد بالایی هم قرار داشت و طبق آموزه هایی که ما داشتیم از والدینمون، از پدر و مادرمون، که همیشه مادر جانم میگفت وقتی ماه به این صورت دیده میشد یعنی حتما اول ماه رمضان یا دوم ماه رمضان ممکنه باشد. و من خواستم فقط با شما به اشتراک بگذارم که ماه به این صورت دیده میشد توی آسمون اینجا صاف بود، شفاف بود و ماه به این صورت داشت دیده میشد. و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و ماه مبارک رمضان پرخیر و برکت براتون آرزومندم.